اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ادامه سفر کاری در ناحیه یوان پل ماشینگذاری بین کوچه‌های رسول رجبوف و عبدالرحمن جامی را مورد استفاده قرار دادند. پل مذکور در مرکز ناحیه شهرک یوان در بالای دریاچه یوان رود ساخته شده، درازه انشاءات 64 متر و پهنایی آن 20 متر را در بر گرفته، اقتدار باربرداریش 80 تن را تشکیل می‌دهد. در اساس لایحه در دو پهلوی پل ماشینگذار راههای پیاده‌گر با پهنایی 1.7 متر ساخته شده، در آن 20 عدد کنسترکسی‌های های آهنین نصب گردیده است که جهت خدمت نمودن انشاءات برای مدت طولانی کفالت داده می شود. همچنین در دو ساحل دریاچه 34 عدد مخصوصون پل بنیاد کرده شده. بالای پل با استفاده از مصالح آهن و بتونی روی پشت و منفرش کرده شده است. پل ساخته شده اهمیت زیاد داشته، از آن برابر زیاده از 30,000 نفر ساکنان ناحیه، مهمانان و سیاحان نیز استفاده میبرند. جمعیت دارای مسئولیتش محدود نوروز در برقرارسازی پل مذکور اشتراک نموده. در مهلت‌های کوتاه‌ترین پل را مورد بهره‌برداری قرار داد. پل مذکور از کنسترکسی‌های متلی و آهن بتونی محصولات‌های به صفت حاضر زمان ساخته به اتمام رسانیده شد. محصولات‌های پل اصلا محصولات‌های استحصال روسیه، قزاقستان از آرماتورها استفاده برده شد. کارهای بتونی باشد، محصولات‌های سمنتی استحصال وطنی، خاکسین سمنت و ماهر سمنت استفاده کرده شده است. مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه اون تصمیم گرفته است که در نوبت دوم نقش چهارگانه برقرارسازی پل کارهای ساحل مستحکم کنی به نقشه گرفته شده است و علاقه یک قسمی محصولات چه که می‌بینید در میدانچه ساختمانی دسترس کرده شده است و آینده از دو طرفی پل کارهای ساحل مستحکم کنی ادامه داده می‌شود. یادآور میشم که 25 اپریل سال 2014 بر اثر بارشات با شدت و آمدن سیل در ناحیه یوان به چند انشاءات حیاتاً مهم خسارات وارد گردیده، پل ماشینگذاری مذکور نیز به کلی خراب گردیده بود. برقرارسازی انشاءات سال 2018 در دایره دستور و هدایت‌های به واسطه سرور دولت محترم امامعلی رحمان با تشبث مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه یوان و صاحبکاران وطنی روی دست گرفته شده، در روزهای تجلیل از جشن بین المللی نوروز مورد بهره برداری قرار گرفت. امروز پل ماشینگذاری مرکز ناحیه که دو قسمت شهرک را به هم می‌پیوندد به استفاده داده شد. کوپروک زمانوی با تمام قاعده و قانون‌های معاصر ساخته شده میتواند طول سالهای زیاد به مردم شهرک یوان خدمت رساند. امروز همچون ساکن ناحیه یوان خرسند از آن هستم که با قدم مبارک پیشوای ملت که همچون یکی از آیین‌های نوروزی است خبر گرفتن از احوال مردم و با کارهای سازندگی و آبادکاری شناس شدن که به پیشواز یکی از مقدسترین و بزرگترین جشن‌های سالهای آخر 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان راست می‌آید. ما خرسند از آن هستیم که پیشوای ملت امروز از ناحیه ما خبردار شدند و با ساکنان ناحیه هم صحبت گشته از حال و زندگی مردم با خبر گشتند. هر یک سفر پیشوای ملت و تمام کنج و کنار جمهوری تاجیکستان یک جهان خرسندی، یک جهان بخت و اقبال، یک جهان نور امید به قلب مردم تاجیکستان میبخشد که امروز ما چنین پیشوای معظم ملت داریم، چنین شخصیتی داریم که هنگام به دست گرفتن نان گندم در عائله ساکنان شهر باختر سخنان بی همتای گفتند که امروز مردم من کمی مشکلی دارند و ما باید از این مشکل ها براییم. ما نیز ساکنان ناحیه یوان در قطار دیگر ساکنان جمهوری تاجیکستان حرکت میکنیم. 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را با سربلندی، با بنیادکاری، با یک دل گرم و افتخار از همین ملت پیشواز میگیریم و بار دیگر به عرصه جهان معرفی مینماییم که ملت ما ملت تاریخی، فرهنگساز، بنیادکار و سازنده است. افتتاح پل نو مشکلات در سمت رفت و آمد و حمل و نقل مال و محصولات را رفع نموده برای رشد اقتصادی ساکنان دو طرف دریاچه یوان رود و در مجموع ناحیه مساعدت جدی میکند. در رفت کارهای برقرارسازی انشاءات زیاده از 30 نفر متخصصان به کار جلب گردیده با معاش خوب تامین بودند.
تاکید کردن به مورد است که در دوران استقلال دولتی با بنیاد راه و پل‌ها که وسیله اساسی و مؤثر پیشرفت اقتصادی دولت و تامین شرایط زندگی سزاوار شهروندان مملکت به شمار می رود، در همه شهر ناحیه‌های کشور دستاوردهای نظررس به میان آمده است. با مقصد تامین بی‌ممانعیت حرکت واسطه‌های نقلیات و رفت و آمد ساکنان هنگام شبانه در بالای پل 8 ستونپایه و چراغ‌های روشنی دهنده نصب کرده شدند. محترم شد ملتی که پیشوایش بهر او رهکشایی، راهنمایی، جانفدایی پیشه کرد. میگویند پل‌ها پیوندگر دل‌هایند. از نو ساخته به استفاده دادن پل ماشین‌گذار ناحیه که در مرکز ناحیه جایگیر است، یک تحفه به همتاست. در جشن 30 سالگی استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان بهر کل ساکنان ناحیه یک روز فراموش ناپذیر و باعث افتخار هم هست که گشاده شوی آن از طرف پیشوای معظم ملت برگزار گردید. ما ساکنان ناحیه به آن نفرانی که سهم ارزنده خود را در این پل ماشین‌گذار گذاشتند می‌نداری خود را بیان می‌نماییم. پل ماشین‌گذاری که از سال 2014 در حالت بارش شدید و سیل آبخیزی ویران و ولنگار شده بود، با سهم مقامات اجرایی محلی حاکمیت ناحیه و با دستگیری‌های صاحبکاران وطن دوست تعمیر و از نوسازی کرده شده مورد استفاده قرار داده شد. رفت آمد ساکنان ناحیه مشکل بوده برای رفت آمد گذاشتن. امروز این پلی که از نو تعمیر و از نوسازی کرده شد بسیار با ساکنان ناحیه یک اقدام خوب شد که بسیار رفت آمد خوب گردید. در دایره تدبیرهای آبادانی و کبودزارکنی در دو شفت پل ماشین‌گذار نهال‌های همیشه سبز شنانده شده دیگر اقدام‌های سازندگی نیز عملی گردیدند. طور اطلاع داده شد کارهای ساحل مستحکم کنی در قدقد دریاچه یوانرود مرحله به مرحله صورت گرفته برای پیشگیری از آفت‌های طبیعی احتمالی دیگر تدبیرهای سازندگی هم عملی کرده می شود. سرور دولت محترم امام علی رحمان مورد استفاده قرار گرفتن پل ماشین‌گذار را در بالای دریاچه یوانرود در دایره آمادگی‌ها به جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان برای ساکنان ناحیه یوان تحفه ارزشمند ارزیابی نموده. جهتی در حالت خوب نگاه داشتن انشاءات و اندیشیدن دیگر تدبیرهای مهم در سمت فراهم آوردن شرایط بهتر کار و فعالیت و زندگی شایسته برای ساکنان ناحیه به مسئولان دستور و هدایت‌های مشخص دادند.